خسته نباشین. اوه خوش اومدی هجران خانم. خیلی ممنونم زهرا خانم. چی شده مامان؟ بابت خونه ما این روزا درگیریم دخترم. صاحب خونه میخواد خونه رو بفروشه. اوف عجب بدشانسی آوردینا. امروز صبحم که مژده گفت وانت باباش آتیش گرفته. همینو کم داشتیم دیگه. بالاخره هممون آواره شدیم. من پایین یکم کار دارم. شما حرفاتونو بزنین. با اجازهتون. ممنونم زهرا خانم. ببخشید مزاحم شدم. بیا بگیر بشین مامان. بابا اینجوری میخواست آینده ما رو بسازه؟ آخرین پولش هم خرج این وانت سوختش کرد. حالا دیگه کاملا بدبخت شدیم آره؟ دخترم از کجا میدونستی اینطوری میشه؟ تاریخش خوب هماهنگ کرده. خب حالا باید چیکار کنیم؟ بالاخره یه چاره‌ای پیدا میکنیم دیگه. همه خانواده باید با همین مشکل رو حل کنیم. تو پسندازی. ای وای مامان چندرغاز من پول میگیرم. پسندازم کجا بود تو رو خدا؟ درسته دخترم، تو هم حق داری. تا حالا خودت خرجتو در آوردی، خودت رو پای خودت بودی، ولی توی همچین روزایی باید یکی بشیم نه؟ مامان از وقتی که کار کردم هیچ کس هیچ کمکی به من نکرده. قصد کمک کردن به شمارم ندارم. پولی که در میارم به زور خرج لباسام و لوازم آرایشم آرایشگاه میکنم. میفهمم. معذرت میخوام دخترم. اصلا برای چی ما زندگی میکنیم؟ ما که پول نداریم، تفریح نداریم. ای بابا بس دیگه. گریه نکن مامان. حق داری دخترم. من دیگه مزاحم کارتون نشم. واسه فرمان ماشین چیزی میدین؟ ندادش من این سوخته آب شده. دور سوخان خودت الکی خسته نکن. قیمت این خرت و پرتا فوقش همین میشه. همشون زبال است. من دیگه برم. خداحافظ. خداحافظ. چی شد؟ مژده چی گفت؟ چی بگه؟ اونم نداره. از اینکه نمیتونه کمکمون کنه هم ناراحته. حق داره. خب به جای اینکه ما کمکش کنیم ازش کمک میخواه. دست و پا بسته و بی پول و دستخاری چیکار کنیم؟ میتونیم قلک منو بشکنی. زندانش نترس بابا نترس. منم زهر ترکم کردی. در قابلمه رو بردار. ای بابا میسوزی. داداش چه کنه؟ زیاد خوب نیست. شنیدم جریانو. بلا به دور. من میدونم چی داری بخندونمش. در وا کنین داداش. باز کن درو. کجایید بابا شما؟ 2 ساعت دارم در میزنم. پس چرا وا نمیکنه؟ شاید کار اضطراری دارم. میدونم ناراحتیم ولی خدای نکرده زبونم نال کسی تو این خونه نمرده که. بابا بی خیال. چی میخوای هارون؟ واسه چی اومدی؟ این چه طرز برخورده داداش؟ گفتم بیام دیدن داداشم. گناه که نکردم که.
حالا بوسه بده بیاد. حالا شد. زندادش اینا بالان دیگه. آره ای بابا ای بابا، بهترین مادر دنیا. چطوری دختر؟ ماشاءالله. بیا خانم کوچولو، برات قاقالیلی آوردن. بفرما. چطوری پسر؟ ها؟ عموت اومده، سلامت کو؟ وای عموم اومده. باریکلا. میخوام یه شعبده بازی نشونت بدم. خوب نگاه باشه. کن. سکه رو میبینی؟ آره. کجا رفت پسر؟ آها. واسه یه بارم شده درست حسابی نشونم بده عمو، خیلی شعبده باز بدی هستی. باشه پسر جان، یاد میگیری. نم در ضمن اون 5 کوروش رو صفر بگیر. با گلی که بابات کاشته این آخرین 5 کوروشیه که قراره ببینیم. داداش آخه این چه کاری بود کدوم کردی؟ کارها رو؟ با پولی که قرار بود با هم یک قهوه خونه بزنیم رفتی وانت خریدی. بفرما. وانت هم سوخت، دود شد، رفت هوا. پسر من کی با تو شریک شدم؟ اجازه پول خودم رو باید از تو بگیرم؟ میبینی مامان جان، با داداش یکی اتونش پول من و تو میکنه. ولش کن ننه، اون گوشش به حرف هیچ کسی بدهکار نیست، افسرش پشتشه. به هر حال بلا به دور باشه. چی بگم؟ فقط تو یکی رو کم داشتن. بله جاهید، معطل نکن. از الان بهت بگم بعدن خیلی پشیمون میشی ها. من دیگه تحمل ندارم. ببین زود تصمیم بگیر، یا صفیه یا من. زنده داشت قضیه وجدانو به داداشم خواهش میکنم حرفشم نزن هارون. آخه دو خر که اینجوری قهر نمی کنن. مگه جنایت کرده؟ اون از جنایتم بدتر کرده. وجدان بدترین ضربه زندگی رو به من درسان زد. به نظرت مسبب این حال روز ما کیه؟ خب جوان بوده یه اشتباه کرده، چی میشه ببخشیش؟ آخ وجدان، آخ که هم به ما بدی کردی هم خودت. این چه تفرقه ای بود که بینمون انداختی؟ عزیزای من، چه قنچه خوشگلی داری تو. هجران هجران هجران. اومدم. چی شده درسون؟ وای صبر کن. یه خواب دیدم از خوبیش، نمیخواستم بیدار شم. خیر انشالله. حالا چی دیدی؟ چیزه، تو لباس عروسی تنت بود، من تو رو با یه ماشین دراز برداشتم. خلاصه اینجا برداشتمت بردم یه جای خیلی دور بود جاش، نمیدونم کجا میبردی؟ گفتم که نمیدونم، ولی یه خونه قشنگ داشتی، توش پر گلای رنگارنگ بود. هی با خودم میگفتم که من و این همه خوشبختی محاله، بهتره یکم این گلا بکنم برای هجران ببرم. همین که داشتم میکندم خارش یه دفعه رفت و دستم انقدر درد داشت که از دردش یه دفعه از خواب پریدم. الهی، هنوزم انگشتم داره میخوره، نگاه کن. نه اینایی که گفتی همشون خیره، میدونم همه مشکلا حل میشه، کارم پیدا میکنی، حالا میبینی همه چی حل میشه. ایشالله عزیزم، ایشالله. ساکمو حاضر کردم. خب هر چقدر که تو ساکم جا میشد دیگه نمیخوام جلب توجه کنم. که باشه میبینمت. دیگه نمیتونم تحمل کنم. از این خونه میرم. از بیپولی و نداری دیگه خسته شدم. منو فراموش کنید. فکر کنید مردم. خدا حافظ. مژده. اینجا چه خبر شده؟ ها؟ شماها کی هستین؟ مادام خونه نیست؟ مگه نمیدونید مادام عمرشو داد به شما؟ چی؟ کی اینطور شد؟
2 روزه. خاک سپاریشم تموم شده. خب شما کی هستی؟ ما از دادگستری اومدیم. به حکم دادگاه خونه رو پلم میکنیم. آف بازم اینم واسه ما پول بشونی. الو هجران، چی؟ واسه چی گریه میکنی؟ چی؟ باشه گریه نکن، من الان خودمو میرسونم. باشه اومدم. گریه نکن عزیزم، گریه نکن. از من به تو نصیحت، همیشه با خانوادت مهربون باش، ببخش و الا مثل من تنها میشه. آخ مادام آخ، وقتی جواب تلفن رو نداد باید میفهمید. حتی مردنشم نفهمید. از کجا قرار بود بدونیم هجران؟ خودتون ناراحت نکن. آقای راننده میشه پیاده شی؟ حالا روزشو ببین. واسه چی انقدر خودتو هلاک میکنی ها؟ واسه مردن من اینجوری گریه نمی کنی، میدونم. ای بابا مامان این چه حرفیه؟ چی این چه حرفیه؟ زنت از نجس جستن خلاص شد. بعد اینم حواستو جمع کنی، یه کار درست حسابی دست و پا کنی. آخ مادام آخ، تنها انقدر تو هم دیگه گریه نکن بابا. قصه نخورش، آخر اوقات همه همینه دیگه. کی تا حالا تونسته از مرگ فرار کنه؟ ولی خدا رو شکر تو تنها نیستی، ما همه کنارتیم. از تنها نیستم، ولی خواهرم آبجی. وجدان اگه میدونستم حالت بد میشه نمی اومدم وجدان جان. این چه حرفیه؟ وقتی تو رو جلو در دیدم فکر میکردم دیگه نمیتونم ببینمت. ببین برات چی آوردم. پولکی. سال هاست کسی واسه من چیزی درست نکرده بود. عزیز دلم، عزیزم، من خیلی دلم برات تنگ شده بود.
اگه با اون هارون حرف میزنم فقط به خاطر اینه، واسه اینه که ازت خبر بگیرم. منم خیلی دلم برا تنگ شده دختر. دل منم تنگ شده بود، دلم یه ذره شده بود. تو خواهر منی، جای خالی تو هیچ کس پر نکرد. کار خوبی کردی اومدی. من که جز تو کسی رو ندارم، میدونی که. آره میدونم عزیزم. اولین شبی که تو یتیم خونه موندیم و یادته؟ همینجوری محکم دستای همو گرفتیم و یه قولی به هم دیگه دادیم. قول دادیم هیچ وقت همدیگر رو تنها نذاریم. کاش این اتفاقا نمی افتاد. تو هنوز دلت از من پر؟ دلم پر نیست، دلم شکسته. تو زندگی معتبرترین، نزدیکترین خواهرم، فامیلم فقط تو بودی. وقتی هم تو این کارو با من کردی، پیش شوهرم و مادر شوهرم و خانواده شرمنده شدم. درسته، حق داری، خیلی حق داری، ولی تو رو خدا منم درک کن. گاهی آدم به قدری تنها میشه که خیال میکنه این تنهایی خانواده‌اش نه، بلکه غریبه ها میتونن پر کنن. تنها اومدیم، تنها هم از این دنیا میریم وجدان، تک و تنها. ولی من هیچ وقت تنهایی رو باور نکردم، دنبال عشق رفتم. آبجی باور کن، حتی وقتی با انگین داشتم فرار میکردم، میخواستم پولو بیارم بهت پس بدم، ولی نشد. بی پول و آس و پاس تنها شدم. بعدش با شوکت آشنا شدم، بعدشم با متین. به همشونم امیدوار شدم. هر دفعه با خودم گفتم این یکی دیگه فرق میکنه. عشق بین ما عین تو فیلم هست. اما ولش کن بهتره دیگه فراموششون کنیم. نه، زندگی طوری که آدمو میخوان نیست. هر جور که بخواد پیش میره. همه تسلیم سرنوشت میشن. چه میدونم آبجی، سرنوشت منم اینجوری بوده، بی عشق و تک و تنها. دیگه چاره‌ای نیست. آبجی من خیلی دلم بر تنگه. خواهر عزیز من. کار خوبی کردی اومدی آبجی، خیلی. هر کی هر چی میخواد بگه، تو حرف قلب تو گوش کن. شاید تو هم یه روزی یاد بگیری که چجوری باید دوست داشته باشی. خواهر عزیزم. ببین اینو من درستش کردم، پیشت باشه. بازم میبینیم همدیگر رو؟ نه البته. مواظب خودت باش. خداحافظ.
دستت در نکنه. امروز سیر شدیم، ببینیم فردا چی میشه. یه کاریش میکنیم بالاخره. همین که هممون کنار همیم کافیه. درسون جونم بگو. میگم این که کنار هم دیگه این خیلی خوبه، نه؟ راستش قسمم دادی که در موردش حرف نزنم، ولی من در مورد چی حرف میزنی؟ میخوام بگم که دیگه خیلی از اون موقع ها گذشته. این همه کینه و دشمنی چه فایده ای داره؟ چی میشه وجدانو ببخشی؟ تو چی داری میگی هجران؟ چی داری میگی؟ اون زنی که آینده تو، من و بچه ها رو همه رو سیاه کرد، اون بهمون خیانت کرده. تا وقتی من زندم نمیتونه پاشو بذاره تو این خونه. نه ما نه بچه ها رو حق نداره ببینه. باشه آروم باش، عصبانی نشو. خیلی خوب، معذرت میخوام. اصلا بحث عوض کنیم، سوال منم نشنیده بگیر. باشه همه چی به خاطر تو بود. من به خاطر تو خانواده‌مو گذاشتم کنار. حالا من چی کار کنم که از این زندگی نکبتی خلاص میشم و میمیرم؟ خداحافظ داداش. هجران خانم نامه دارن. آدرس درسته؟ بله درسته. لطفاً اینجا رو امضا کنین. خداحافظ. خداحافظ. وایسا نبنده رو. نونه روغنی گرفتم. صبح همگی بخیر. چطوری مادر جان؟ خوش اومدی عزیزم، بیا بشین بیا. تو از کجا پیدا شد ترون؟ نونه روغنی گرفتم داداش. پست چی اومده بود؟ چی آورده؟ یه نامه برای مامان آورد. حالا اون کیو داره که پستچی واسش نامه بیاره؟ بده ببینم، بده به من. مامان بزرگ واسه تو نیست. بده به من، تو فضولی نکن. خودش میخونه. مامان بیا یه نامه برات اومده. جدا؟ کی فرستاده؟ بده ببینم. حتما یه خبر بده. اینا برگه های دولتی هن؟ بدش به من ببینم. هجران نکنه اینا اخطاریه واسه بدهیامون باشه. تو که برگ مرگه ای چیزی امضا نکردی ها؟ حالا بگو مجازاتش. نه به خدا چیزی امضا نکردم. سرکار خانم هجران بودک، جهت موضوع بسیار داداش بده من خودم واضح‌تر بخونم. جهت موضوع بسیار مهمی خواهشمندیم به آدرسی که در زیر دست شده تشریف بیاورید. وکیل دادگستری سمی تمیزکان. مادام بعد از فوتشون همه مال و اموالشون رو به هجران خانم بخشیدن. چی؟ یعنی ارثش به خانم من رسیده؟ دقیقاً اینطوره. پس بدیم ما زحمت رو کم کنیم. اینجوری که نمیشه آقا هارون. اول باید خود هجران خانم تشریف بیارن. خودشون کجا؟
خودشون الان باید خونه باشن. اگه لازمه سری برم بیارمش. خیلی خوب. همونطور که گفتم ارث به اسم ایشونه. واسه همین تا هجران بودک امضا نکنه نمیتونیم پروسه انحصار وراثت رو شروع کنیم. فقط همین؟ یعنی فردا زندادشمون رو برمی‌داریم میاریم امضا میکنیم بعد پولو میذاریم جیبمون میریم. همینه دیگه نه؟ نسبتاً. بعد اینکه خانم هجران بودک امضا کنن میتونیم بریم رو مرحله پروسه. چون مراحل همه سندا و حسابای بانکی یکم زمان میبره. منظورتون از همه سندا به عدد بود دیگه نه؟ بله تعدادشون زیاده. دفتر و شرکت ها، آپارتمان و خونه ها، سند ویلایی کنار دریا، خلاصه همه مال و دارایی های مادام بعد از امضای هجران خانم به اسم ایشون. یعنی ثروتمند شدیم داداش. از طریق زندانشمون ثروتمند شدیم. خدا بهمون رحم کرد. ای خدایا شکرت، سرم داره گیج میره. ای بابا هنوز باورم نمیشه. من حس کرده بودم داداش. میدونستم یه روزی از یه جای شانس بهمون میخنده. راستی ها رو نکنه یکی ما رو سر کار گذاشته. نه بابا داداش، شانس برامون خندیده داره قاه قاه میخنده. نقشمون آماده است. در مورد این مسئله به کسی چیزی نمیگیم. موضوع داخل خانواده‌مون میمونه. چجوری میخوایم اون همه ثروت رو پنهون کنیم؟ خیلی خوب. طوری نشون میدیم که انگار یواش یواش ثروتمند شدیم. اگه پولو جور کنیم گدا گشنه‌های دور و برمون یهو میپرن وسط سفره. بیا سوار تاکسی شی. بچه من پول ندارم که 10 لیره دارم. تاکسی کجا بود؟ بابا اون با من. بعدش ما دیگه ثروتمندیم. حتی اگه بخوایم میتونیم از اینجا با هلیکوپتر بریم. بریم. یکم یواشتر بخور پسر، الان خفه میشی. چیکار کنم؟ خب گشنمه. خب همه یه روز داری بیرون بادا میکنی. هرچند که خونه هم غذای درست و حسابی نداریم. والا دیگه حالم به هم خورد، انقدر عدس خوردم. چیکار کنم مامان؟ حالیت خیلی دوست داره آخه. خب غذای دیگه ای بهش ندادی. بچه گوشت لازم داره، گوشت. هجرانم ملکه خونم قربونم برام. اونم چه ملکه ای. باز اگه نمیدیدیم باورم. از این بعد اونجور که لایقشی زندگی میکنی. خدا رو شکر مگه زندگیمون چه سوپ تو بخور تا سرد داشت. هرو بیا. این دیگه چه بوییه؟ ماما بذار کنار اونا رو، بذار کنار. ببین واسه چی آوردم. یه بوس بده ببینم. به به کبابی خانواده بودای خوش اومدین. نوش جون. آخ جون کباب. بابا جونم. ای قربون تو پسر. والا به خدا فقط تو یکی به فکر مایی. اینا دیگه از کجا اومده درسون؟ بشین عزیزم بشین. شما چتونه ها؟ عقلتون از دست دادین؟ عقل چیه پسر؟ پولو پیدا کردیم. پول؟ کدوم پول؟ یعنی چی؟ نفهمیدم. از این به بعد پول داریم پسر، پول دار. بله نوش جهان بفرمایید. مژده چی شده؟ بسته ببینم. بیا تو بابا ما الان جدی پولدار شدیم. آره پسرم. هجران منم باورم نمیشه ولی با گوشای خودم حرفای وکیل رو شنیدم. زنده داشت دیگه. ببین چی کار کردی که زن هر چی داره رو بخشیده به تو. بده اون دست مقدس تو بکن. اول خودم میخوام تبریک بگم. خب حالا یکی هم بیاد ما رو ببوسه. آخ مادام جان، الان میفهمم چقدر دوستم داشتی. قبرت پر نور باشه. آی دیگه به سر اومد. دیگه دوره بدبختی تموم. هیچ کی جلومو نگیره. میخوام برقص ماشالله. عزیزم بیا بسر بیا. بیا قرش بده. بیا ننه بیا تو هم وسط قر بده. از این به بعد دیگه دوره سلطنت ما هم شروع میشه. تموم شد مامان بزرگ، تموم شد. از این به بعد دوران سلطنت شروع میشه. برقص مامان خوشگلم. امشب نرقصی پس کی برقصی ها؟
من دیگه یواش یواش برم. وا کجا میری ننه؟ وسط غیریم حالا. از این کارای شخصی هست که باید انجام بدم. دیگه چی واجب تر از این بابا؟ دیگه اونجاشو تو کاریت نباشه. این همه سعادت خانوادگی کافیه. بریم یکم هم به زندگی خصوصیمون برسیم مگه نه؟ آها بیا ننه راستی. بیا بالا. صدای رفتم کم کنی آرومتر شادی کنی تا همسایه‌ها شک نکنن. من رفتم ننه جون. داداش میبینمت. زنده داشت خدافظ. بیا هجران تو به خاطر مادام ناراحتی میدونم. هرچی هم براش دعا کنیم بازم کمه. ترازو 2 کفه داره. تو یک کفش میراسه، تو اون یکی هم مرگ مادام. وقتی یادم میفته راه نفسم بسته میشه. ای بابا منم همیشه میگفتم این زن خسیس پول نمیده. تهمت زدم. خدا ایشالله گناهمونو ببخشه. زندگی دیگه بعضی وقتا مرگ یکی باعث خوشبختی اون یکی میشه. مثل پری خوشبختی توی یه لحظه همه این دردا و مشکلاتمون تموم شد رفت. مگه تو دیوونه شدی؟ یعنی چی که میخواستم خودمو پرت کنم؟ اصلا اون جاهیت احمق ارزش اینو داره؟ همون جاهیته به قول تو احمقم ازم گرفتن هست رو. داره با صفیه ازدواج میکنه. منم که تو اون خونه اندازه فندق رو هم انباشته اضافیم. ای بابا دختر گریه نکن. چیزی که پره برات شوهره. اسرا انگار تو نمیفهمی یا من که نمیخوام ازدواج کنم. من عاشقشم. میخوام وقتی صبح از خواب بیدار میشم پیشم باشه. وقتی حوصله ندارم سرمو بذارم رو شونه ها. مژده اینطوری نکن. فراموشش کن. بابا آخه چجوری فراموش کنم؟ اون تنها راه نجاتم بود. چرا نمیفهمی؟ میخوای منم مثل مامانم تو فقر و بدبختی بپوسم؟ و اطراف تو کسی مثل جاهید هست که خونه و ماشین و کار داشته باشه؟ والا میبخشینا تقصیر خودتونه. تکلیفت هنوز روشن نکردی. تا وقتی بخوای تکون بخوری اون صفیه رفت لباس نامزدیشو گرفت، لباس عروسیشو سفارش داد، حتی حلقشم گرفت. خدا لعنتش کنه. خدا لعنتش کنه. ولی من به حساب اون جاهید عوضی میرسم. حالا میبینی پشیمون میشه. خیلی پشیمون میشه. آروم باش بابا. الان مامان اینا میشنون. بعد بیا و درستش کن. ایشالله همه این واقعیت داره و یه خواب نیست. آخه ما به این آسونی شانس نمیاریم که. هجران هجران مژده کجاست؟ صبح موقعی رفتن گفت خیلی کار دارم و دیر میام. زنگ بزن بگو بیاد. آخه گفت کار دارم مزاحمش نشم بهتره. عیب نداره تو زنگ بزن بگو بیاد. اصلا بگو استعفا بده. میخوام دخترمو بفرستم دانشگاه. آره خوبه. باش پس زنگ بزن. ای وای از خونتون زنگ میزنن. زنگ زدن دیدن جواب نمیدی. خب الان چی بهشون بگم؟ ول کن بابا جواب نده. نمیشه که. میشه جواب نده. مژده ببین اینطوری واسه منم بد میشه. اگه به مامانم زنگ بزنن چی؟ خیلی خوب باشه جواب بده ولی بگو اینجا نیست. الو سلام خاله هجران. دخترم من از مژده خبری ندارم. آره به محل کارشم زنگ زدم ولی کسی بر نداشت. گفتم شاید تو خبر داری. البته میتونم الان یه دروغی سرهم کنم ولی باباش میگه کجاست. فهمیدم. شما نمیخواد نگران باشین. نه پیش من نیست. نه آخه چه خبری؟ آها باشه. خب پس اگه خبری شد بهتون زنگ میزنم. باشه. گفت اگه باش حرف زدی حتما بگو به خونه زنگ بزنه. کار مهمی باهات دارن. منم باورم شد. حتما میخواد بگه میتونی از رئیست پول قرض بگیری دخترم. بس دیگه دست از سرم بردارن. هجرانم تو چته؟ چرا بازم اخم کردی؟ ها؟ مژده چی گفت؟ نمیخواد بیاد خونه؟ خونه اسرا ایناست.
ای بابا اونجا چی کار میکنه؟ مگه خبر رو بهش ندادی؟ نه نگفتم، بذار بیاد بعد. داداش بریم سینما. الان آخه پسرم بابا اون مرده تو پیامای بازرگانی فیلم بازی کرده. خیلی خوب، پاشو بریم. آفرین پسر، پاشو. فقط از بابا پول بگیر. بابا هنوز که پول نداریم پسر جون، صبر کن ببینم. بابا حالا این بچه یه چیزی ازت خواستا، هرچی داری بده دیگه. این کافیه؟ کافی نیست ولی عیب نداره، بقیه‌شم جور میکنم. بچه ها وایسین، منم باهاتون میخوام بیام. ننتون از عصر به بعد قیافه گرفته، دلم گرفتی که والا. مامان تو رو خدا دوباره شروع نکن. تارک میگم تو سینما بستنی هم هست، از اونایی که لیست میزنن. آره مواظب باش مامان بزرگ، یه موقع دندون مسئولیت نچسبه به بستنی، مردم فیلمو ول میکنن به تو میخندن. باره ببینم پدر سوخته. آخ پسر. تارک موقع رفتن مژدرم ببری. باشه. هجران جونم، هجران تو چت شد آخه؟ تو دلم ماشوبه. به به، والا آدم میاد اینا رو نگاه میکنه دلش باز میشه. داداش اگه ماشین گرفتی منو تو میبری مدرسه؟ بذار بگیرم، چینم میبرمت عزیزم. بگو گلی من. الو تارک، من اسرام، چطوری؟ اسرا دیگه، دوست مژده. آره ببین من زنگ زدم که بگم مژده الان خونه ماه، حالش هم اصلا خوب نیست، موبایلش هم خاموش کرده، روشنش هم نمیکنه. زنگ زدم بگم نگران نباشین، راستی از خونتونم زنگ زدن ولی دلش نخواست حرف بزنه. خب منم دیگه چیزی بهش نگفتم، نخواستم شلوغش کنم ولی دارم نگران میشم. گوشیو بده بهش ببینم. به مژده دیگه. تو گوشیو بده. قول میدم دعواش نکنم، حرفمو بشنوه حالش خوب میشه. بدو. مژده داداشته. تو زنگ زدی بهش مگه نه؟ 2 دقیقه نتونستی ساکت بمونی؟ آف اسرا. بله داداش. دختر ببین منو، آرتیست بازی در نیار، خوب گوش کن. این سینمایی که پیش مرکز خرید جدیده هست. خب الان درست روبروشیم، نیم ساعت دیگه میریم سینما فیلم ببینیم. خونوادگی خیره ایشالله. چیزی شده که من خبر ندارم؟ گنج پیدا کردی؟ دقیقاً همینطوره. زود باش تو هم بیا، منتظری. اوه ول کن تو رو خدا، مسخره بازی در نیار. بابا مسخره بازی چیه؟ مادام وصیت کرده همه مال و منالشو بخشیده به مامان. چی؟ بله، اگه تا وقتی فیلم شروع میشه خودتو برسونی تو هم میتونی ببینی. باشه الان میام، اومدم زود میام. مژده چی شده؟ بعدم بهت میگم.